أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم به آسمانی هفتم برآمد. در آنجا ابراهیم علیه السلام را دید و با او ملاقات کرد. ابراهیم علیه السلام نشسته پشتش بر بیت المعمور گذاشته شده بود. بیت المعمور مثل کعبه که در زمین است، مثل همین کعبه در آسمان خانه ای است که ملائکه ها در گردش، در اطرافش طواف میکنند، در نزدش عبادت میکنند. هر روز 70,000 ملائکه طواف میکنند و این 70,000 که طواف کرده است تا روز قیامت برایش نوبت نمیرسد. یعنی هر روز 70,000 ملائکه نو می آید و طواف میکنند. ملائکه ها بسیار هستند. اکنون فکر کنید که چقدر زیاد هستند ملائکه ها. رسول الله صلی الله علیه و سلم نظر کرد به ملائکه ها و فرمود: اطت السماء و حق لها ان تئط. آسمان وزنینی کرد، زیاد شد. یعنی ملائکه ها زیاد هستند. آسمان لرزید از زیاد بودن ملائکه ها، حتی تا جایی که 4 انگشت، یعنی جای 4 انگشت نیست که در آنجا ملائکه را میبینی در حالت سجده و یا رکوع است، عبادت میکنند. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: از پروردگارم اجازت پرسیدند که در باره یک ملائکه سخن کنم، یک ملائکه را وصف کنم. و الله متعال با رسول الله صلی الله علیه و سلم اجازت داد. یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم میخواست بزرگی یک ملائکه را بیان کند، یک ملائکه که عادی است، و فرمود: مسافه بین گوش و کتف یک ملائکه 500 ساله راه است. یعنی اگر فکر کنیم که از گوش ملائکه تا کتفش سفر کنیم، 500 سال برای ما در کار است که از گوشش تا کتفش سفر کنیم. این یک ملائکه که عادی است. اکنون فکر کنیم که از همه بزرگ ها جبرائیل علیه السلام، اسرافیل و عزرائیل ملک الموت و دیگر ملائکه هایی که بزرگ هستند، چقدر بزرگ هستند آنها. جبرائیل علیه السلام از همه بزرگ است و کلان ملائکه ها است، یعنی بزرگی ملائکه ها است و قریب ترین است به الله متعال. اکنون 70,000 ملائکه که طواف میکنند در اطراف بیت المعمور، فکر کنید که با این قدر جسم بزرگ آسمان چقدر بزرگ است که هر روز 70,000 ملائکه را قبول میکنند. و آن 70,000 که طواف میکنند آنها هم در حالت عبادت هستند، ولی باز به نزد کعبه 70,000 ملائکه می آید و طواف میکنند. این چقدر آسمان بزرگ است. رسول الله صلی الله علیه و سلم با جبرائیل علیه السلام حرکت کردند، یعنی در اطراف آسمان هفتم. رسول خدا بوی خوبی را حس کردند. پرسید: این بوی چیست ای جبرائیل؟ جبرائیل علیه السلام گفت: این بوی دختری که موی سری، این بوی زنی که موی سری دختر فرعون را شانه میکرد. یعنی یک زن بود، خدمتگار بود و موی سری دختر فرعون را شانه میکرد. این زن مسلمان بود ولی پنهانی ایمان آورده بود به موسی علیه السلام. روز شانهش از دستش افتید، خم شد، شانه را گرفت و گفت: بسم الله. دختر فرعون گفت: به نام الله گفتی؟ یعنی پدر من را در نظر داشتی؟ این زن گفت: نه، پروردگار جهانیان، پروردگار من و تو، پروردگار همه. دختر به نزد پدرش رفت، یعنی به نزد فرعون رفت و گفت: ای پدر، زن خدمتگار به نام خدا میگوید، یعنی به نام تو نمیگوید، تو را خدا نمی شمارد.
فرعون در غضب شد و او را به نزد خود امر کرد که بیارند و زن را عذاب داد که از دینش برگرد، ولی نگشت. فرزندانش را آورد، فرزندان خرد داشت، فرزندان را در آتش انداخت، یک تا در آتش انداخت. از همه فرزند خردش یعنی در دست فرعون بود. آخران فرزندش میخواست او را در آتش اندازد، ولی این زنی صابره و صالحه دلش بسیار تنگ شد وقتی گریه کودک را میدید. خواست سخن کند، ولی به امر الله متعال این کودک خرد سخن کرد. گفت ای مادر صبر کن، یعنی جای ما جنت است. و کودک را هم در آتش انداخت و بعد از چند زن را هم به آتش انداخت. برای همین الله متعال او را مهربانی کرد، جنت را برای او نصیب کرد و این بوی خوش بوی آن زن بود. و همچنان فرعون همسر خود را هم در آتش انداخت، برای اینکه وقتی زن را پرسید از کی آموختی، این زن گفت از همسر تو. همسر فرعون هم مسلمان بود پنهانی. و ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون، و الله متعال مثال زد برای مسلمانان همسر فرعون. اذ قالت رب ابن لی عندك بیتا فی الجنه، رب ابن لی عندك بیتا فی الجنه، پروردگارا برای من خانه بنا کن، قصر بنا کن در جنت. و نجنی من فرعون و عمله، من را نجات بده از فرعون و از کردار فرعون. و نجنی من القوم الظالمین، و من را نجات بده از قوم ظالم. و همچنان رسول الله صلی الله علیه و سلم گذر کرد، از دوزختیان دید. شخصانی را دید که ناخن‌های پولادی داشتند، آهنین داشتند، ناخن‌هایی داشتند که در آتش سرخ شده بودند و رویها و جسدهای خود را میکندند، گوشتهای جسد خود را میکندند. رسول الله صلی الله علیه و سلم پرسید اینها کی هستند؟ جبرائیل علیه السلام گفت اینها کسانی هستند که حق مردم را پایمال میکنند، یعنی در حق مردم سخنهای بد میزنند، غیبت میکنند، مردم را تهمت میکنند. و همچنان رسول الله صلی الله علیه و سلم ملائکه را دید، یعنی ملائکه که بزرگ دروازه های دوزخ است، یعنی در نزد دوزخ می ایستد. بسیار روی غضبناک داشت، یعنی برای اهل دوزخ بود اون. و همچنان رسول الله صلی الله علیه و سلم دجال را در دوزخ دید، جای دجال و دجال را در دوزخ دید. و باز رسول الله صلی الله علیه و سلم زنهای را دید که سینه های آنها را مارها نیش می زدند. رسول خدا پرسید کی هستند اینها؟ جبرائیل علیه السلام گفت این زنها همانهایی هستند که کودکان خرد خود را شیر نمی دهند. یعنی یگان علت ندارد، یگان سبب ندارد، ولی کودک خود را شیر نمی دهد، بلکه از دکان ها، از مگزین ها، از آنجا می خرد و کودک خود را شیر نمی دهد. چطوری که متاسفانه در این زمان شده است. مردم از غرب یاد گرفتند که کودکان خود را خودشان شیر نمی دهند، بلکه شیر را می خرند، یعنی که با دیگر خوراک ها کودک را بزرگ می کنند، یعنی در حق کودک ظلم می کنند. و باز رسول الله صلی الله علیه و سلم دو نفر را دید که یکی از آنها با پشت خوابیده بود
و دیگری با سنگ، این شخصی که در زمین خواب است سرش را با سنگ میکفاند، با سنگ کلان در سرش میزد، سرش میده میده میشد و باز سرش را الله متعال به حالت پیشین بر میگرداند و همین طور دوام میکرد. رسول الله صلی الله علیه و سلم پرسید کی هستند اینها؟ جبرائیل علیه السلام گفت این شخصی است که قرآن را میخواند، تکرار نمیکند، عمل نمیکند و باز در نماز سحر در خواب میماند، نماز را نمیخواند. حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم همچنان دو نفری را دید که یکی از آنها با پشت بود، دیگری در دستش آهن بر روی دیگرش میزد، چشمهایش را از رویش میبرآورد و هر بار الله متعال رویش را به حال پیشین بر میگرداند و باز بر رویش میزد. رسول الله صلی الله علیه و سلم پرسید ای جبرائیل کی هستند اینها؟ جبرائیل علیه السلام گفت اینها کسانی هستند که دروغ میگویند. بعد از این رسول الله صلی الله علیه و سلم باز با جبرائیل علیه السلام بلند برآمدند و ناگهان رسول الله صلی الله علیه و سلم به طرف جبرائیل علیه السلام نظر کرد و جبرائیل علیه السلام را بار دوم است که رسول خدا به شکل حقیقیش دید. جبرائیل علیه السلام را مثل لباسی تر، بسیار هم ترسیده بود. جبرائیل علیه السلام خوف داشت از الله متعال. پرسید رسول خدا ای جبرائیل چی شده است؟ جبرائیل علیه السلام گفت اکنون در اینجا من می ایستم و تو با پیش می روی، به خدا قسم اگر یک قدم دیگر بمانم می سوزم. رسول خدا صلی الله علیه و سلم به پیش رفت و جبرائیل علیه السلام در جایش ماند. رسول خدا صلی الله علیه و سلم به نزد درختی رفت، درخت سدرة المنتهی، یعنی جایی که تمام می شود، دیگر هیچ مخلوقی در آنجا قدم مانده نمی تواند بجز رسول الله صلی الله علیه و سلم. نه پیغمبری و نه ملائکه، هیچ یک مخلوقی در آنجا قدم خود را نمانده بود و نمی ماند. در اینجا رسول خدا صلی الله علیه و سلم درخت سدر را دید که برگهایش چطوری که رسول خدا وصف کردند، برگهایش مثل گوشهای فیل و میوه‌هایش مثل کوزه ها بزرگ بزرگ هستند و از درخت نوری برآمد، نور الله ذوالجلال را دید و شپرک های طلایی از درخت پرواز کردند و یعنی زیبایی را دید که رسول خدا فرمودند وصف کردن نمیتوانم آن زیبایی را، از حد زیبا بود. رسول خدا با الله متعال به واسطه صحبت کردن، سخن کردن. الله متعال بر رسول خدا و بر امت رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز را فرض کرد، 50 نماز. رسول خدا اوامر الله متعال را گرفت و فرآمد. به نزد موسی علیه السلام وقتی گذر کرد، موسی علیه السلام پرسید الله متعال به امتت چی را فرض کرده است؟ رسول خدا گفت 50 نماز. موسی علیه السلام گفت امت تو 50 نماز خواندن نمیتوانند، این یعنی بسیار دشوار است، برگرد و از الله متعال دعا کن تا که کمش کند. رسول خدا برگشت و از الله متعال دعا کرد
الله متعال 10 تا نماز را کم کرد و باز رسول خدا فرامد از نزد موسی علیه السلام گذر کرد. باری دیگر موسی علیه السلام پرسید چند رکعت شد، چند نماز شد؟ رسول خدا گفت 40 تا. موسی علیه السلام گفت برگرد کمش کن، امتت خوانده نمیتوانند. همین طور چند مراتب رسول خدا از الله متعال دعا میکرد که کم، یعنی نماز را کم کند، تا که بار آخر رسول خدا از نزد موسی علیه السلام گذر کرد. موسی علیه السلام پرسید چند وقت نماز شد؟ رسول خدا فرمود 5 وقت. موسی علیه السلام گفت من با بنی اسرائیل از این هم کمتر پرسیده بودم، ولی آنها ادا کردن نتوانستند. از الله متعال دعا کن کمش کند. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود شرم می‌دارم از پروردگار و برگشت به بیت المقدس. رسول الله صلی الله علیه و سلم از بیت المقدس به مکه حرکت کرد، یعنی بر براق سوار شد و حرکت کرد. در راه قافله را دید که گذر میکند. یکی از شترها براق رسول الله صلی الله علیه و سلم را دید، ترسید و از قافله برآمد، یعنی گریخت، دور شد. اهل قافله شتر را جستجو میکردند. رسول الله صلی الله علیه و سلم آنها را صدا کرد که شتر شما در فلانی جاست. مردم آواز رسول خدا را میشنیدند ولی او را نمیدیدند. و همچنین رسول الله صلی الله علیه و سلم تشنه شده بود، از آب آنها نوشید. وقتی آنها در جستجوی شتر بودند، رسول الله صلی الله علیه و سلم از آب آنها نوشید و رسول خدا به مکه رسید. یعنی اکنون چقدر وقت کشید که از مکه برآمد، به آسمان ها رفت و برگشت، چقدر وقت گذشته بود. رسول خدا از مکه برآمده بود، شب بود. وقتی که باز به مکه رسید پیش از نماز سحر بود. یعنی همه این سفری که اگر گویم طولانی است در مدت 1 شب شد همه این. ان شاء الله تعالی در نوار بعدی دوام قصه را یک جایه میشنویم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.